تصویرسازی فرشتگان شفابخش، نگهبانان نورانی سلامتی. دی. رافائل، فرشته بزرگ شفا. تصویر: موجودی نورانی با بالهایی به رنگ سبز زمردین که همچون برگ‌های بهاری می‌درخشند. جامه‌ای طلایی به تن دارد و در دستانش گویی بلورین از نور زنده گرفته است. جزئیات: هر بار که بال می‌زند، گردی از ذرات طلایی در فضا پخش می‌شود که در تماس با پوست حس خنکی مطبوعی ایجاد می‌کند. چهره‌اش ترکیبی از مادر مهربان و پزشک حکیم است. ای. سپید، فرشته داروساز. تصویر: دخترکی نورانی با موهایی از جنس نور ماه که در داروخانه‌ای کریستالی مشغول آماده کردن معجون‌ها است. جزئیات: او با انگشتان ظریفش شبنم ستاره‌ها را با عطر گل‌های بهشتی مخلوط می‌کند و در قاشق‌های مرواریدی می‌ریزد. هنگام کار زمزمه می‌کند: هر قطره زندگی است، هر حباب عشق است. ای. کیهان، فرشته ستاره‌ای. تصویر: موجودی بلندقامت با جامه‌ای از نقش کهکشان‌ها که گویی بخشی از آسمان شب است. جزئیات: در دستانش سینی نقره‌ای بزرگی گرفته پر از قرص‌های نور که هر کدام به شکل صورت‌های فلزی درخشان هستند. با هر حرکت او صدای زنگوله‌های ظریفی در فضا پیچیده می‌شود. ای. اله، فرشته ماساژ درمانگر. تصویر: فرشته‌ای با 6 دست که هر دست حامل نوعی انرژی درمانی است. جزئیات: دست‌های جلو نور طلایی برای تسکین درد، دست‌های میانی مه بنفش برای آرامش اعصاب، دست‌های عقب ابر سفید برای پاکسازی انرژی. پشت او پرده‌ای از ابریشم نقب‌های موج می‌زند. ای. ساغر، فرشته آب‌های شفابخش. تصویر: پری واره‌ای با بالهای آبی شفاف که از رودخانه‌های بهشتی شکل گرفته‌اند. جزئیات: در دستانش کاغذ بلورینی از آب زنده دارد که همیشه در حال جوشیدن است، اما هرگز نمی‌ریزد. هر قطره از این آب نقش گل نیلوفر را بر پوست ترسیم می‌کند. ای. نکات طلایی برای تصویرسازی. 1. رنگ‌ها: هر فرشته حاله‌ای از رنگ ویژه دارد. رافائل، سبز زمردی. سپید، نگ‌های آبی. کیهان، نیلی بنفش. اله، طلایی سفید. ساغر، فیروزه. 2. صداها: هر فرشته نوای ویژه‌ای دارد. رافائل، صدای همزمان پیانو آبشار. سپید، زمزم باد از میان برگ‌ها. کیهان، صدای زنگ‌های کیهانی. اله، سکوته پرطنین. ساغر، آواز رودخانه. 3. حضور: وقتی این فرشتگان حاضر می شوند، هوا معطر می شود. نور شمع‌ها زنده تر می شود. پوست گرما و خنکی همزمان احساس می کند. قلب بی اختیار می خواهد بخندد. ای. تمرین کاربردی. امشب پیش از خواب تنها یکی از این فرشتگان را تصور کن. بگذار حضورش را در اتاقت حس کنی. بدون انتظار، بدون ترس، فقط بگذار نورش تو را در بر گیرد. به یاد داشته باش این تصاویر درهای ورود به قلمرو شفایند. کلیدش باور توست، قفلش را خودت می‌گشایی.